خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، اون وقتی که در اختیار داشتیم به انجام رسید. تا جایی که توانستیم درخواست‌های شما رو برآورده کرده باشیم شاد میشویم. به همه شما یک شب با فراغت، شبی که تمنا دارم که پر از مهر باشد، محبت باشد، صمیمیت باشد، همیشه در یاد دوستان خود باشید و هیچگاه از دوستان خود جداگی را احساس نکنید. همیشه در یاد دوستان باشید، همیشه زنگ بزنید، حال پرسی کنید و هر کجای باشید با مهر و محبت و صمیمیت باشید. در آخر برنامه یک سرود دیگر پخش میکنم و به همه شما شب خوش رو تمنا دارم. تا روز دوشنبه دیگر عزیزان دل. سردی گفتم پس نیازی نیست دیگه به وجودم، تا اون جایی که یادم هست همیشه درگیر تو بودم. تو این چند وقت که بودم بگو فکر میکنی ازت چی دارم به جز خاطرات روزای بعدم با تو که از همشون بیزارم. نه بودی دوای دردم، نه خواستی برگردم رفتم، ولی تو بودی همونه که واسه هر کاری کردم. نه من بودم کمترین، نه تو بودی همه چیزم، ولی من بودم همونی که تا حالا با بدی اعتبار داده بود. دلت از دلم دور شد و حالا هوام از سرت پرید. وقتی دلت صبور شد که ناله هام و گریه هامو ندید. تو این چند وقت که گذشت بدون بودی همه ی دل خوشیم. تو دل زنده میکنی و بعد احساسو میکشی. نه بودی دوای دردم، نه خواستی برگردم رفتم، ولی تو بودی همونی که واسش هر کاری کردم. نه من بودم کمترین، نه تو بودی همه چیزم، ولی من بودم همونی که تا حالا با بدی اعتبار داده بود. نه بودی دوای دردم، نه خواستی برگردم رفتم، ولی تو بودی همونی که واسش هر کاری کردم. نه من بودم کمترین، نه تو بودی همه چیزم، ولی من بودم همونی که تا حالا با بدی اعتبار داده بود. رفتم ولی تو بودی همونی که واسه هر کاری کردم. من بودم کمترین، من بودم همونی که تا حالا با بدی اعتبار داده بود. رادیوی مهاجرت تماس 8965 151 0410